سلام، یک لحظه به این ویدیوی پایین گوش بدین. حتی عوامل خودی به اندازه کافی نداره برای سرکوب مردم و مجبور میشه از بیرون عوامل خارجی رو وارد بکنه. اگه این نظام امکاناتش رو داشت گوش کردین؟ این آقای رضا پهلوی هر زمانی که شکست میخوره بعد از 47 سال به خاطر ای که بار شکست های خود را به سر کسی انداخته باشه مظلومتر از مهاجرین افغان پیدا نمیکنه. هر وقت که صحبت از سرکوبگر خارجی میشه ذهن همه ایرانی ها میره به سمت افغان ها و نیروهای افغان. باید یک نکته بسیار مهم در این مورد متوجه باشیم و او است که افغان هایی که به شکل با حکومت در ارتباط است، اینا کسایی است که در ایران متولد شده، در ایران کلان شده و اینا بخش از جامعه است. شما وقت در اروپا خودتان آمدین، در آمریکا آمدین، بعد از چند سال ادعای تابعیت کردین و خود جزئی از او کشور میدن، اما به افغان ها بعد از 40 سال 50 سال هنوز نیروی سرکوبگر خارجی میگین. البته من نظر شخصی در موردش ندارم، اما این شخص کسی است که به قول تعداد زیاد از ایرانی هایی که مخالف جمهوری اسلامی است در همین فضای مجازی گفتن که مسئول درجه اول این قتل خون ها خود ای آقاست، به خاطر که این در آمریکا نشسته و مردم را تشویق کرده که به خیابان ها بره و قیام بکنه. و بعدی که مردم گفتن در کامنت هایی که زیر این ویدیو من خواندم در صفحات مختلف، افغان ها گفتن که شما هر زمانی که شکست میخورین نباید به سر افغان های مظلوم و دیگر مردم بیاین و این عقده ها را خالی کنید. شما باید به خود مراجعه بکنین که مشکلتان کجاست که بعد از 47 سال هنوز پای هم شکست میخورین و بار مسئولیت شکست خود را نمیپذیرین و هر بار میین به افغان ها و دیگر مردم توهین و تحقیر روا میدارین. بنابراین شما اول باید به خود مراجعه بکنید. اما اگر کسی ولو افغان الاصل باشه یا از جای دیگه باشه به نیروهای سرکوبگر یا به نیروهای دولتی ایران میپیونده، هیچ ربطی به جامعه افغان نداره. ما به مسائل داخلی شما کار نداریم، به همون شکل که دنیا هم نظاره‌گر رنج و غم ما در 50 سال گذشته بوده.